نخ آیتیوای سفید رو واسه چادر مشکی استفاده میشد، تغییر رنگ داشت. مسئله‌ای که متخصصان یزدی رو بر اون داشت و با بهره‌گیری از روش‌های دانش بنیان نخی رو تولید کنند که مشکل تغییر رنگ در نخ‌های چادر مشکی رو حل کنه. برای اولین بار در کشور توانستیم نخ آیتیوای خودرنگ مشکی رو تولید کنیم که برای چادر مشکی استفاده میشه. در حال حاضر ماهیانه 200 تن تولید نخ رو داریم. شرکت تعاونی تولید نخ در یزد علاوه بر نخ چادر مشکی، انواع نخ پلی استر مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی را هم تولید می‌کند. ما در حوزه تولید نخ‌های کاملا کشیده، نخ‌های نیمه آرایشی یافته، نخ‌های خود تکسچر شده، نخ‌های تکسچر و نخ تابیده، شرکت ما موفق به کسب عنوان دانش بنیان شد. محصولاتی با کیفیت مطابق با آخرین آزمایش‌ها و استانداردهای روز دنیا. آزمایش‌های ثبات رنگ از جمله ثبات رنگ در برابر شستشو، تعریق، اگر که توی پوشاک کاربرد داشته باشن، ثبات در برابر نور، اتو، پرس، مالش و حال آب دریا و آب انجام میشه. با توجه به استانداردها به طرح کیفی که ما اینجا ازش استفاده میکنه میتونیم این ادعا بکنیم که محصولات ما از لحاظ کیفی با نمونه‌های جهانیش میتونه رقابت بکنه. واحد دانش بنیان تولید نخ‌های پلی استر اکنون با اشتغال بیش از 5000 نفر یکی از بزرگترین تولید کنندگان نخ در خاورمیانه است. بالغ بر 3000 رنگ که توی خاورمیانه این تنوع رنگ حرف اول میزنه و 12 نوع نخ پلی استر. کاربردهای نخ تولیدی از نخ جوراب تا نخ فرش ماشینی. بالاخره نساجی رشته‌ایه که باید ببینید تا درکش کنید. خیلی خوشحالم بتونم فوراً وارد بازار کار بشم و از دانشم تو این زمینه استفاده کنم. از خودم هم راضیم که دارم یک نخ خوب و با کیفیت تحویل مشتری دارم ارائه میدم. نخ‌های تولیدی که هم مواد اولیه کارخانجات نساجی ایران است و هم آن سوی مرزها. تعداد 25 تا پالت نخ بارگیری کردیم برای مقصد اصفهان. mevkiyle ticaret yapıyoruz. نخ‌های تولید ایران هم با کیفیت هستند و هم تنوع بالایی دارند. سالیانه چیزی حدود 1000 تن به بیش از 15 کشور صادرات داریم. این واحد تولید نخ همچنین برای بهره‌گیری از ایده‌های نو مبتنی بر دانش در صنعت نساجی همکار دانشگاه‌های معتبر ایران است. در حال ایجاد تمهیدات لازم برای امضای این قرارداد با دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت به تفکیک مقطع تحصیلیشون از پایان نامه هاشون حمایت دقیقاً مادی و معنوی داریم. وقتی صنعت با فناوری و دانش تخصصی همراه بشه، علاوه بر رونق اقتصادی، پویایی و اشتغال پایدار قشر تحصیل کرده رو هم به دنبال داره. میرطاهری، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.